به نام خداوند بخشنده و بی‌نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز میخواستیم درباره سفری رستم امامعلی صحبت کنیم که بگیم به روسیه سفر کرد، چه کارها را بگیم که بود کرد. خب نگاه بکنیم که خب سلام علیکم. السلام. یکی که برادرای عزیز، رستم امامعلی چند روزی که در مسکو است، سفر کرد، بگیم با پوتین سلفی کرد، بگیم اجازت گرفت. چخیلی که دادا جان عطاقلو در پاستش گفت که چخیلی رحمانوف پیش باریس یلسن آمد گفت که شما پدری ما میشه، ما را بگیم که قبول بکنین. امروز بازم همون سیناریا رستم داره بگیم که ادامه داده شده. بازم پیش همون پوتین بازم بگیم که ما را قبول بکنین. شما اگر بخواین که در سر قدرت بمونین، شما با مردم رو بیارین، بیاین مردم دستگیری بکنین، نه اینکه پیش کدام خواجه خارجیتون برین سر خم بکنین. شما را مردم باید قبول بکنن. وقتی که شما یک کار میکنی که سطح زندگی مردم خوب میشوه، او چند شما میتونه که بگیم شما میتونه که رئیس جمهور باشه، رئیس شهر باشه، نمیدونم ترا انتخاب بکنن. وقتی که 32 سال شد شما نتونسته یک سطح مهاجرت کم بکنی، شما نتونسته یک کارخانه بسازین در تاجیکستان، شما نتونستین سوید بتین به مردم، چقدر مردم شما را قبول بکنن؟ به همین خاطره که شما بگیم پیش چین میره، پیش ایران میره، پیش روسیه میره، پیش امریکایی میره، سرخم میکنه که بگیم که مخالفا بگیم که چکار نکنن، بیان شما را دور بکنن از سر قدرت، بگیم که مخالفا بیان حکومت بگیرن. خب برادران گرامی قدر، اینجا نفرها زیادن، انشالله که صحبت میکنیم. کامنت ها بنویسید برادرای عزیز، دستگیری بکنید ما را. دستگیری شما پیشروی ما. شما اگر دستگیری کردین باور بکنین ما موفق میشیم. ما را بیننده زیاد شوه، بیاد بچه ها صحبت بکنیم. رقم تلفن در بگوش اشتراکه است، شما میتونید که زنگ بزنین، طریقی واتساپی صحبت بکنیم. بیای سرجم بشیم برادران عزیز. وقتی رسیده است که ما میتونیم یگان کار بکنیم. باور بکنید نمی جنگ اوکراین خلاص بشوه، باور بکنید مردم تاجیکو با یک چند سالهای دیگر با یک 10 سالهای دیگر همیشه بگیم که فقط برنامه میشوه و خلاص. ما باید بگیم که در عمل بگذاریم. باور بکنید شرم میکنیم گاه محل یگان سخن بگیم که پدار نباشه که یگان بگیم گپ یک کسی دیگر باشه، برای که همه گپ نسبت این رژیم برای این خانواده، برای این حکومتدارا گفتن مخالفین. و همین خاطر باید اون مردم تاجیک هم هر چون زودتر خب یا قبول بنیم UFC. سلام علیکم. سلام علیکم آقای عبدالخلیل.
و علیکم السلام. акаҷон саломатият хубе? Гурбонсоз хуб барнома дидем, хеле асабонит кардам. иншолло шеърнав ҳамаш хуб мешавад иншолло. бососта бачаҳко ҷамъ шидистанд бародарҷон. иншалло ки мавзӯъ дар бораи чие Абдухалил бародар бародарҷон? азиз, мавзӯъ дар бораи ҳамин аст ки Рустами Эмомалӣ рафт сатҳи зиндагии муҳоҷирон хуб мешавад ё ки не? Чӣ барои он фикр ки доред? рафт ки сатҳи муҳоҷирон ҳамиё биён бародарҷон ку проблемаҳо сар мешавад. ба худо гутестам. ҳам тинҷ кор мекардем, хаб будам, ҳама мисол довольни буд, ҳама кору сол буд. Омада буданд, ҳам якум ривоят бошад. Ои дарзина уважат гуфтак, уважатмон кардем бурданд ҳамаро. Ай ҳамон вақт сар шуд. Ҳам ба худо меям ки проблемаҳо ба сар мешаванд. Абдухалил бародар. бале. ба ҳамин хотир Ман бояд мо ҳамон мардуми ҳамчун зудтар ҷамъ бишем ки як коре бикунем. ғайри ин сурат бовар бикунем, мо дар ин ҳамин Аврупо, шумо дар Русия, дигаромон дар Тоҷикистон ҳамин хел амр меравад. Ягон чизи дигар нест. ҳози ки ҷон Абдухалилҷон ҳози гуфтестанд гап-гапае ки ман новости тамошо кардам. Аз 1 июн Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ҳам тарафо сум дига перевод кардан намешавад. Уже худаш ҳамин уже худаш чӣ мешавад? Уже революция мешавад иншолло. Тамом дига сумаи Россия берун намебирояд. Тамом. ахбори ҳамин рӯзҳоро тамошо кардам. мардум дига маҷбуранд бираванд. Дига ӯ кӯдак фарзанд чошна сумроӣ карда хоронда чӣ карда наметавонад нигоҳ бин карда. Уже хеле қонун баромад уже. бовар бикунед иншалло ки мардум биёед дастгирӣ бикунем, биёед дар барномаҳо иштирок бикунем, биёед суҳбат бикунем. Сари як масъала мо метавонем омада. Ино натонистанд ягон кор карда барои ин муҳоҷир, барои мухолиф, барои одамое ки дар ватананд, ино натонистанд бигем ки як ҳакимати хуб дуруст барои мардум пешниҳод бикунанд. Натонистанд. Ба ҳамин хотир бояд мо бигзор мардум моро қабул накунад. як нафари дигар аз ҳамун дохил қабул бикунад. Не ки ҳамин оила, ҳамин раҳмонуфо бояд бираванд сари қудрат. бояд бираванд дафшанд 100%. ман алмазҷон ҳамун як бор дуромада будам, ҳамин аз садвози савол доштам, дигар надуромада саволи зур дорам. Агар дуромад бародарҷон, ман поём додам местам бибурем бола мара. Асадулло акак вай ҳамиҷада? Не, вай намеояд, хиёли менам. Не, ӯ як кор карда геп, просто худаш ки агидиса ки тоҳодиро чӣ ба ӯ тирмаш накарда. Ман я савол дорам, акоҷ гуфташ наметавонам. Бибурем аз чӣ савола метавонам гирам? ҳамун одам бигем ки ҳамун одам як бор бечораро бурданд, бигем ки тирмаш карданд. бо чӣ гуноҳ кардааст? як бор ҳамин дифоъ кард. Бубурем агар хабар набаромад ахир баромад олу медуроя ҳамин гапа бишнам мумкин бидуроя. омад иншалло бародари азиз ҳамин ҷаем бигем ки тоғриш мекунем. ҳеҷ вақт бародарҷон ҳама вақт ба пеш ҳеҷ вақт дилшикаста нашавад. Иншолло ки ҳамаш хуб мешавад. Уже мардум фаҳмидиста, хеле мардум метарсанд ки ёрам фаҳмидан дар кора, не ки яки тока як фаҳмидан дар кор ки ин тараф зулм рафтаист, шидааист, мо хапем турус безеб шуда рафтаист. панот ба худо акаҷон, худованд нигаҳбон бошаву ҳама вақт ба пеш бурад ҷон. хоб гап нест, ташаккур. хоб ман инҷа як навора ростиш хостам пайдо бикунам барои шуморо ҳамватанони азиз нигаҳ бикунӣ ки итарш бикунем. хоб хоб нигаҳ бикунӣ ки бародарони гиромиқадар ки ино
خب اینو ببینیم که چی میگه. Новая волна репрессий в отношении независимой прессы в Кыргызстане. Задержанием, арестом и допросом в ГКНБ подверглись сотрудники издания КЛО. Адвокатов к ним не допустили. А Владимир Путин принял в Кремле сына Эмомали Рахмона Рустама Эмомали. Мэр Душанбе и по совместительству председатель Маджлиса Милли Верхней палаты парламента Таджикистана в Москве находится с официальным визитом. На сайте Кремля опубликовано лишь короткое сообщение о встрече Путина с Рустамом без каких-либо подробностей, а в телеграм-канале Кремля выложили 14-секундное видео без звука с рукопожатием российского президента с гостем из Душанбе. Зато таджикистанские государственные СМИ довольно подробно и широко осветили эту встречу. По данным Госинформагентства Ховар, Путин и Эмомали обсудили широкий спектр вопросов стратегического партнерства и союзнических отношений между Таджикистаном и Россией. По данным радио Озоди, одной из главных тем встречи стал вопрос трудовой миграции, однако в официальных СМИ об этом не сообщают. Но самое любопытное не то, о чем беседовали Путин и Эмомали, а сам факт официального приема российским президентом наиболее вероятного преемника президента Таджикистана. Это первая публичная встреча Путина с Рустамом Эмомали с момента, когда его отец вывел его на политическую сцену. Возможно, так Кремль сейчас одобрил передачу власти в Таджикистане. Я напомню, что Рустаму Эмомали сейчас 37 лет. Он окончил Таджикский национальный университет по специальности международные отношения. Его карьера на государственной службе началась в 2011 году, а первую официальную должность он получил в 2013. Отец назначил его главой агентства по борьбе с коррупцией. Через 4 года, в 2017 он стал мэром Душанбе, а в 2020 председателем Верхней палаты парламента, юридически вторым лицом государства. О том, что Рустам унаследует президентский пост в Таджикистане, заговорили еще в 2016 году. Тогда в стране внесли поправку к Конституции, которая снизила минимальный возраст для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. И сейчас обсудим это к нашему эфиру журналист и политический обозреватель Тимур Варки. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Тимур, скажите, какое значение имеет вот этот прием Путина для Рустама Эмомали? И все-таки почему Путин продолжительное время не принимал сына Рахмона? Нам показали немое кино. И надо сказать, у Рустама Эмомали есть такой псевдоним в народе «Великий немой». И журналисты не раз отмечали это. Назвали его великим немым. Надо сказать, что Эмомали Рахмон добился всего в своей жизни и добился главной своей цели – это передать власти по наследству своему сыну. Владимир Путин долго не соглашался с этой кандидатурой. Достаточно... خب زیاد دور نمیریم. نگاه بکنید که برادران عزیز این حکومت برای خودشون کار کردن، ولی ما اینجا میشینیم میگیم نمیدونم کلاغاوس رحمانوف سواد نداره، رحمانوف سواد داره نداره، کاری چه داره ادامه داره. هدفش همین بود که بیاره خودش، بعد خودش رستم بیاره، بعد رستم انوشیروان بیاره، بعد هم تبره و این چیزام داره موفق شده شده. ما چیکار داریم مخالفین؟ ما نتونستیم که بگیم یک اتحادیه بسازیم که همه مردم یک جا باشیم و مثال سرای راههای قانون شکنی ها در تاجیکستان بگیریم. امروزها سر صداها زیاد میشه، یک نفر ایخی کرد، یک نفر او خیل کرد. من در چه حیران میمونم که رحمانوف در اوج ماندگی ما بگیم که دست بگریبان با هم برادرای هم دیگریم. نباید این که باشه برادرای عزیز. باید ما تنها رحمانوف خلاص دیگه یگان کسی دیگر نه. فقط رحمانوف. قطعی آیلش باید نباشه خلاص. دیگه انسان ها باید در تاجیکستان خوب زندگی بکنن. قانونی باید بگیم که دخل ناپذیری باید برداشته بشه یا که قانون پیشوا باید برداشته بشه. نباید در
بگیم که جامعه ما پیشوا باشه و نباید که بگیم که پیشوا و نمیدونم یعنی عنوان ها باید دخل ناپذیری و باید این چیزها نباشه در یک دولت دموکراتی. اگر شما دولت شاهخانه‌ای میخواهید بگه که ما دموکرات نیستیم، ما طور دموکراتی قطعی شما صحبت نکنیم، بگیم که در عرصه بین المللی هم نبرویم، زیر شما شکایت هم نکنیم. شما بگه که تاجیکستان دموکرات نیست، تاجیکستان رحمانیسم یا که نمیدونم یک نام دیگه بختون بگذاریم که ما شما وقتی که میگه که دموکراتیه، وقتی که ما برای دموکراتی مبارزه میبریم به ضد شما داره بازم در اثر بین الملل در همه جا که در جایی که نباشه شما میشینه مخالفاتونه خائن یا که تروریست یا که نمیدونم یک چی اعلان میکنه. شما کو هم به عقلی که در دولت‌های اروپایی امریکایی اگر نفرهایی که بگیم میبرویان یگان چی میگن دیدی حکومت، اینا میدونن که ما مورچه را کشتگی نیستیم، یگان کار کردگی نیستیم، همه بیوگرافیات اینا میدونن. وقتی که ما میایم درخواست پناهندگی میکنیم اینا میبینن که واقعا ما همین سخنها را میگیم و بگیم میایم با مشکلی گرفتار میشیم، اینا بگیم ما را قبول میکنن. اگر ما اکستریمیست باشیم، شما در کذا داشته باشه که ما یگان جا کفوندنی بدیم، اون کسا کشتیم، اون کسا با کشتار دعوت کردیم، پیشنهاد بکنه مرحمت این حکومت ها ضد تروریسم برای همین شما چند میلیون ها دلار سالانه میتین که همین چیز نباشه. چخه اینا برای شما را که تروریست یار میکردین یا که نمیدونم اکستریمیست بگن قبول میکنن ما را. این در عقل انسان تو غوری نمیگیره که یک نفری که ترا برای اکستریمیست تروریست کمک میکنه که همین چیز در دولتی تا نباشه، نه که تروریستای ترا در وطن خودش قبول میکنه. شما همین عقل داره، عقلاتون چون یک مرغ میدونه چند مغز سر داره. شما پروسه شیمو کاستون پشوندگی نمیدونم اومدگی به حیث رئیس جمهور، به حیث وزیر، به حیث رئیس شهر، شما گپزنیتون، شما کارتون، شما نتونستین که بگیم که فضای زندگی مردم درست بکنید. برای از چی ما خفا بشیم برادرای عزیز؟ تماشا بکنید که نفرهایی که در سر قدرتن باور بکنید که سواد به کوچهشان گذشتگی نیست. آدم به عقل سردار باشه، باور بکنید یک نفری به عقل اگر سردار باشه، باور بکنید همه انسان ها بگیم که به عقل میشوند. وقتی که تماشا بکنید که رحمانوف وظیفه را میفروشه، ولی میگه که نمیفروشه. رحمانوف لبای این وظیفه را تا اوچسکوی ها را میفروشه. اینا همش بگیم که نقدنامه دارن. آدما میخونن 5 سال 7 سال میان بگیم اوچسکوی میشوند، همون هم پول میتین میخرن. یگان کس ولی در تاجیکستان برای یک نفر بگه که من دانشگاه را ختم کردم در تاجیکستان، بگیم به یگان سوم رفتم در فلان ساحه کار کرده شدم، یگان سومک من نگرفتم. دشه بانک، دشه در بانک اینا بگیم که همون یک مقدار بگیم که همون سومی خودشونه. دبا بگوی که وضعیت که میگن نه، در مردم عادت چیدگیه که اگر کارش میافته باید هم مردم خودشم بگیم که سوم میتی یا کارش بد شود. اگر سوم نمیتی کارت بد نمیشود. به همین خاطر برادرای عزیز ما اگر بشینیم سالها اینجا صحبت بکنیم سر یک مسئله نیاییم، رستم امروز اومد مسکو، فردا در تاجیکستان رئیس جمهور میشود. میفهمید؟ ما اینجا در گپ زدن میگیریم، گفتیم اون یهودی که بگیم ایما در کورپاشه برای اونا خوبه که میگذه شد بگیم خمشونه میمکه. ما چکارش کرده میتونیم؟ یگان کار کردن نتونستیم. 30 و چند سال شد همه عنوان در سر ما میزنن، ما یگان عمل نشان ندادیم که ما یگان کار میکنیم. برای یگان کار کردن یکم آدم خودش نشان میده که بعد بگیم که مردم زیاد بگیم تر دستگیری میکنه.
به همین خاطر برادر عزیز بی‌طرف نباشه، بیای فکر نظراتون بنویسه، فکر نظراتون در برنامه اشتراک بکنی برادر عزیز، لایکاتون بگذاره، دستگیری بکنید. خب یک دقیقه مهاجر، سلام علیکم. سلام علیکم مهاجر، بفرمایید. و علیکم سلام. چنجی که خوبی؟ و علیکم السلام. بله و علیکم سلام. چنجی که خوبی؟ سلامتی خوبه؟ الحمدلله خوبه. برادر عزیز بفرمایید، فکر نظر شما چی است که رستم امامعلی اومد زندگی مهاجران خوب میشه و مشکلات را میبردارن یا که بد میشه خوب میشه؟ فکر نظرتون بگین. خب برادر با فیلم که اینترنت ضعیف بود پرید رفت. خب بازم یک بار دیگه سلام علیکم مهاجر برادر، بفرما. خب عادل، السلام علیکم سلام. و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر سوزی، تشکر. سلامتی ها. خیر، مبارزه رفته است انشالله همش میشه. موضوع امروز درباره چی است؟ ما نو دایی چی برادر عزیز موضوع در همین است که رستم امامعلی اومد مشکلی مهاجران خوب میشه و یا که بعد؟ روشیا که ما مثال گفتی چی точно دستاوری نمیدونیم برای چی اومد، با چی سفر کرد، با چی مقصد همین پیش پویکی اومد اومد پیش همین. سفر کرد درباره برادر عزیز میگه که درباره کار، درباره مکتب، درباره همه چیزانی که درباره مهاجرت هم همینجا صحبت کرد که همین مشکلی‌ها را ما برطرف بکنیم. چی شما فکر داره که همین انسان اومد که یگان دیگرگونی میشه و یا که بد میشه؟ مثلا فکر نظر خودتون بگید. ما یک گفتنیم که در بین همین 32 33 سال شد که خلقی خون مهاجری که همین روسیه روسا هستن پاستینا میان که مثلا در همینجا یک مثال چطور بگم یا زندگیشون یا کانتر کار میکنه در همین تریتوری روسیه فدراسیون یگان وقت یا رحم نداشتن قطعی договор کردن نمیشه. یگان وقت اگر چی مسابقه که در این مثال در کرمل در کجا که داشته باشه قطعی یا نمیشه یا یگان وقت مثال چطور بگم گپی ما گپی همین رحمانов бачаш дар ё намегзара. Просто ва як омада ай ҳамин омадагиш ҳам як чиро мисол масъалаи муҳоҷирора як камтар сухане кард, бале не ки ё қати намеша барои чи ки ё мисол чиқа бигӯм мисол хеле признават намекунам фаҳмидӣ ё қати либо жёстко мерай русо ёра чи хеле ки дар як барномаат гуфте ки ма агар президент шавам ҳамо чишона базашона мегиру убрат мекунем ёра ҳам хеле зеркальный ответ мети возможно баъд мумкин ки ягон хе договор кунӣ фаҳмидӣ и хеле дипломатически ягон чи проблема муҳоҷиро буд намеша фаҳмидӣ 30 чанд сол шуд рафтаиста ягон закон барои муҳоҷиро бировардагиам ягон қонуне ки барои таҳте ки мисол ҳамин осоне ки рӯи муҳоҷир ки осон мисол кор кунад неохе конечно ёра фақат ҳамин зеркальный ответ мети жёстки дар ҳамин чиз мети тамом кунӣ ё қати намеша ягон худо и агар рустам ҳар рӯз биёй бирава ку ягон чи проблема решат кардан намеша рӯз то рӯз вазмиш десай осон не бача дами 20 000 муҳоҷир дар байни ҳеч набоша 10-15 000 муҳоҷири тоҷик дар территорияи украина ҷанг кардиста худшон открито рӯи рӯшо дар ҳамин барномаҳои худшон дар ҳамин маҷлисҳои худшон гуфтаистанд ки мо ҳамин муҳоҷир роҳӣ кардагем ба ҷанге ки мисол байни худшон байни ду чиқа бугум дута ҳамин русу чи украинистон. برادر عزیز نگاه بکنید که میگن که مردم تاجیک بردن بگیم که در اوکراین جنگ میکنن، اونا قانونی جنگ دارن جنگ میکنن. تاجیکستان عضو اودکب وقتی که کریم اوکراین گرفت قطعی بگیم که چند اوبلاست اوکراین دیگر روسیه میتونه که لوبای همین آدمایی که در اودکب کدام دولتایی که در اودکب بگیم یک جان اونا را اونا خواهش میکنه که بیاید من کمک بکنه که
بگم که دمان زد من از دست شدیم بگم که اوزی مردمی که کسی در اودکبه نه ما در یک سخن شما ناراضیم برای که شما گفتین که با قانون رفتگی یگان وقت خلق روز به همه ماجرا قانون که کار نمیکنن میفهمی قانونی که چه آدمایی که گراجن پاسپورت رسمی مهاجرو را میبرن برادر عزیز به قانونی به یگان چی مثلا زورکی ترساندگی مثلا یا نمود کده همیار روی کردستان فهمیده ای در یگان توغری نمیگل برای که وقتی که ای پشت خلق هیچ کن نخیس یک از صاحبانی نکرد همین خلا یا استفاده میکنن مثلا آیا چی استفاده میبرن فهمیده و کنستیتوسیه که هم اودکبر تو گرام همشو بخون چی نویسندگی در وقت یک جنگ پنگ میشه و اختیاری ای اینه که ما برام مثال سالدات ما آرمی یگان اختیاری ای فهمیده وجه چند نمود سخن داره چند نمود مثلا ولی اختیاری ای که پوتین میگه که بیایه کو اینو در کاشان رستم امامعلی میره در اوکراین می جنگه باور بکن اینجا برای جگه پیدا که مثال ندارن در حقیقت گپ بیایه در اینجا نگذره نه گپ رحمانov نه گپ رستم گپ یگان تاش فهمیدی مثال اینجا میتونه که جوسکا вообще اگر بخوره که با همین خلق پشتیبانی کردین تو باید همین چیزی که مثال هم روسیه که در دوری تاجیکستان که کار میکنه فرق نداره و مثال بانکی باشه و چی اصلاحاتی باشه که армияش باشه خود военش باشه همش گرفته دفع کردن در کار тогда зеркальный ответ میشه که مثال میتونی چی ای خود گفت فهمیدی این خیلی رفت آمد خشونت خطی نمیشه کار بود کدا یک چرمار نشون ته در بین 33 سال گذشت یعنی یک چرم نشون که درباره این مهاجرا خلق تاجیک یگان چی خوبی آورده یعنی اوکی یا که خیلی خشونت خطی رفتم دیپلمات نمیشه зеркальный ответ فهمیدی خیلی که رفتم میکنه تمام خیلی میگیری تا اومدی هم خیر رفتمات شما میکنی فهمیدی یا نمیشه اگر تا همین любой кор که дипломатический yok кор کردن نمیشه فهمیدی برای که یا слабая страна میگن یا هم که использовать میکنن فهمیدی فهمو تشکر زیاد برادر عزیز یا در استودیو چند نفر نه ما دیگه پاکی مثلا همین новостیو که میگذره در همین تریتوری که مدرسه در کجا که باشه اینجا مثلا ما میخونیم میفهمیم گوش میکنیم درباره چی رفته است یا خاطی نمیشه یا خاطی единственное که چیزی که همین روسا در تاجیکستان داره همش میگیری دفع میکنی تمام بعد ممکن که یگان چی با قدر برسن بعد ممکن که بیا بگی که شهرنامه کنیم فهمیدی یگان وقت ما رو گوش نکردن گوش نمیکنن یگان وقت единственное باید اینا ترسی مثلا همین жестко بس در همون властьшка بگم در همون конституция خود در همون پشتیبانی خلق خود یا این خیلی کتی نمیشه فهمید برای که ما رو слаб حساب میکنن ما رو признавать نمیکنن در همین فهمو خب تشکر زیاد برادر عزیز اینجا چند نفر دیگه است نام قبول کنید فکر نظر تمام گپ سودان گابون خب محمد بات ریولوشنیر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام الله نگهبانتون باشه همین مردمی مظلومی تاجیکستان به همه شما برادر اگه مردم بیو بس که همه کسا باید یک گپاشیم یک بخیزیم اوخی نه خو فقط هم یک پدنرات عظیمو بس سواد زایدگی اوخی چی دیگه مردم نمیتونه چینی او مثال یا که بس سواد نیست اینم خواب کردیم تو همین روز اومدیم رسیدیم نیمونه بوده در اوکراین مجبور کرده کشتیسیان نیمونه در همون روسیه لغت شب کردیسیان اینا وقت شده ایمالی می اومد 20 40 50 کسا خیلی یا بهونکتی محکم میکردن اینا یه روز رستمش رفته همین روز ویدیو را تماشا کرد 200 نفر با شکم در روی اسفالت خوبه بله 200 300 نفر روی شیدسته باور بکنید دیگه من نمیخوام که همون نوارها را بیارم برادر عزیز واقعا هم همین خیلی نگاه که بعدی سفر اینا این آدم ها چقدر براوردگی که داره نگوی که قالینن همین تنکشون کردگیان نخود تاجیک همین قدر بشود ما پیشوا داریم بچه ما یک نفر داریم که دخل ناپذیره وقتی که تو دخل ناپذیری وقتی که تو پیشوایی تو باید بگم که فکری اون مردم ها بکنی که امروز در زمین به مثل قالینن اینا نتونستن به همین خاطر بگم که برادرای عزیز بیای سر یک مسئله بیای رقمات تلفن مو هست در بگوش اشتراک بنویسه زنگ بزنه بیای فکر نظرهامون بگیم چیکار ما بکنیم که یک قدم پیش بریم باور بکنیم من اینجا بشینم صحبت بکنم که اگر شما نیاین دستگیری نکنید
10 سال میگذره که ما یگان کار کردن نمیتونیم. به همین خاطر بیایه خواهش میکنیم که سر یک مسئله بیاییم، هر چیز زودتر بیاییم این وطن آزاد بکنیم، مردم یک نفسی آزادی بکشه. دعوت من همین است برادر عزیز. نگاه بکنید که برادر عزیز ما را تای 400 نفر تماشا داره، ما 56 دانه لایک داریم برادر عزیز. بگذاره برادر عزیز هم لایکاتون. برای لایک رحمانов خودش گفت که من دیگه برای لایک دیگه زندان نکنه. کو بیه یا بر رحمانов عاجز ذهونش بقپیم که کو لایک بمونه کو همون رحمانов شما میقپم برای محکمه میکنه. رحمانов واجد دیگه برنامه شه. دیگه برنامه با دیگه راه تنها رحمانов داره مردم زندان میکنه. لایک بگیم که دیگه بگیم ای بایم بردم. باور بکنه بخدا کو گاه محل میشه بخدا شرم میکنیم که بگیم که برادر عزیز لایک بمونه و میگن که امینو بگیم که نمیدونم برای پراسموتر میگن یا که برای فلکور میکنن. برادر عزیز من در پیش وجدانی خودم گفتگیم که اگر همین یوتیوب کار بکنم تنها برای زندانیا را میروه. اگر یوتیوب بتیه نه که اولی نداده است بتیه اگر برای زندانیا را میروه. من نصیب نکنه که من 50 درمی همین یوتیوب اگر بتیه من در خودم مصرف بکنم. من الحمدلله شرایطم خوب است. بگیم که سری کارم که بگیم رفتگیم انشالله که به همین خاطر من امروز برنامه کردم که برای که روز شنبه نمیتونم بگیم برنامه کرده، به همین خاطر امروز خواستم که با مردم یک 2-3 ساعت صحبت بکنیم انشالله. برای که دمان سبب های تکنیکی نیست. من الحمدلله همه تکنیک هم درسته نه که سری کار که دیگه میرم. به همین خاطر امروز گذاشتم اگر بشه روزی یک شنبه برنامه میکنیم نه که روز شنبه کرده نمیتونم برای که در سفرم نمیتونم. خب برادر عزیز اگر آخر سخن یک گفتنی باشه انشالله که اینجا چند نفر دیگه است اینا قبول بکنیم. عبدالخالق جان آخرین سخن بگم بخشش برادر. ای مردم ما شما التماس میکنم امروز مرا کردن پگا یک کس دیگه تا میکنن پگا یک کس دیگه تا میکنن. التماس ای برای الله اگه بیام یک فکر دا بیاین ای برای الله فکری همین آینده فرزندمون که مثلا مایل خودمون در بدر گشتیم. التماس مردمی مظلومی جمهوری تاجیکستان ای شما احترامونه خواهش میکنیم بیا یک فکر دا بیاین یک مسئله دا بیاین یک کو کردن مون در کو یک خواب میکنیم. بله خب برادران عزیز دستگیری بکنید. دستگیری شما پیشروی ما خواهش میکنه که فعال باشه در برنامه ها. بیای فکر نظرهاتون بگی. خودت برادر عزیز چی فکر داری که امیر رستم اومد خوب میشه یا که بعد وضعیت مهاجران؟ ما که دیدیم که بعد چی دست در خوبیش ندیدیم. بعد میشه بهینه یا برا بعد میشه و بهینه روزمون ایده بعد میشه و والله قسم روزمون ایده بعد میشه و یا بهونه میبرن زندون میکنن ای زندون میگیرن جنگ روی میکنن اونجا ممبری میره خب تشکر زیاد. انشالله که امیدواریم که مردم ما یک روز نه یک روز به خود میآید و سرجم میشه ما بگیم که یک کار میکنیم. خب تشکر زیاد برادر عزیز. اینجا چند نفرای دیگه است اونا قبول بکنیم. خب ریوانچنر سلام علیکم. و علیکم سلام برادر جان. آرمان بسیار سلام هستی برادر خود هستی؟ الحمدلله خوبیم. موضوع امروز هم رستم اومد که یکون بهبودی میشد یا نمیشد همینم مثلا بله بله فکر نظر شما چیه؟ خوب میشه یا که بد میشه؟ چه خیل میشه؟ اگر وضعیت موجود خوب شود کو من مبارزه را بس میکنم. من زدگیم خوب شویشه بس شویشه
او کیایی که میباید من خوب میکند یا بد میکند من کیایی بود بیسواد یک توپویترین آدم میباید و مرا وضعیت مرا یا خوب میکند یا که بد میکند من باید تاجیکستان روم وضعیت او را بد کنم فهمیدید و کی او میباید ما وضعیت ما خوب میشد ما چه گوسفندیم کی صاحب او میباید آخر منظر چه علف میاندازد یا که اون آب میتیاد که ما آب خورم که علف خورم که ما گوسفندیم مجدد کنیم که کی امام علی میباید یا که رستم میباید که ما کمتر علفی تر میتیاد یا که علفی خشک میتیاد یا که علفی سویج میتیاد که ما علف خوریم که ما گوسفندیم ما زدگی نیستم امام علی تا رستم از که تراینو زدگیو امام علی تو چطورنو زدگیو امام علی تا فهمیدی من زدگی ما خودم میخورم زمان او کیایی که به میباید ما شرایط من یا که بهتر میکنه یا که بدتر میکنه تراینو زدگی مگر برای رسیدن آمادگی برای پوتین رسیدن آمادگی که من از پدرم تو هم 180 گرادوس در استاد کردن میرسید من با 360 گرادوس میرسم رسیدن پریومش با از پدرم هم زودتر میتونم که گویا که مثل روی کرده ورزنش برای رسیدن آمد برای رسیدن برای منفعت خودش یگان گرم منفعت خلق زدگی خلق رو او پدرکه کردگی چون که پشت اونجا آزم امروز پگاه سیم سکورسی جنگ سر میشد امروز پگاه دیرش بعد از یک ماه سیم سکورسی جنگ سر میشد همین قدر رسخولی متریال در خوراکی پوتین در دیوان هم میشی اما رسخولی متریال که به شوری توجید روسو رو نمیتوند رسخولی متریال برده چون که روسو پدر و مادر دارن میخزن دفاع میکنن از فرزندشون که یک ترکت فرزند دارن برای چی تو جنگ میبری که تو میخزن ازشون پوتین تر نکنه میزوش برای همین پوتین در رسخولی متریال در خوراکی رسخولی متریال که به شوری توجیدی پادروشی که پوتین هست این چیز فهمیدن خود یه خیلی شایی که فخر میکنه من گرجانیم گرجانستا گرفتگم پیتوک بودد باید امروز بخوام پگو من میخواندم رسید سمیاد ستور تو پسلید سمیاد سنگان که من پگو میخواندم تو اوجه گریه میکنیم و گریه های خویده نمیکنیم امروز خاندیدن گیر گرجانستا دورم تو میخواندی که امروز شبت بلند گرجانستا دوری تو رسخولی متریالی مثلا هم دیلی نگاه کن امروز پگه سر میشه من اگه خرسک میزنم من شرینر میگم پوتین بر توجیکا بر درک من نیستم بودیش کن میگم من خرسک میزنم همه قدر خورسان میشون که جنگ سیمش کورسی جنگ سر میشه پگه همه قدر خورسان میشون که توجیکا بر فقط توجیکا بر توجیکایی که گرجانس دارن هوایی رو بر توجیکایی که گرجانس ندارن که او رو چکر نشم میدن فقط گرجانس گرفتگی او رو بر اگر رواد پیش قدم خفو رفتی رسوم میگویند پیش رفتی اوکراینچو خطی انگلیچانو خطی نیمیسو چندرکس میمونند زد میخواد پرید خود مرگه یعنی جوانی مرگی تو یعنی حرام میموری زمینگه برای همین من برای همه برادرها میگم همه توجیکات میگم که بیایید اخلاقتون رو در جوش مانید تشکر زیاد برادر اینجا برادر غرم است با یک نفر دیگه سروچنا انشالله که بازم صحبت بکنیم برادر ریولوشنر مرا نبرو البته مرا نبرو که من گپ میزنم تمام گپ هستیم سروچنا برداریم خب سلام علیکم سروچنا بفرمایید عبدالخالق برادر маем ушка амы чат амы комментарий илтимос я проверка ки чӣ гапҳои чӣ нанесонист аммо ку гапи кабе ягон гапи безе гуфта наметавонам дар ин барнома ҳамун чата я проверка ки خوش میکنیم که برادرایی که مدیریت راستی نگاه بکنین چتا کم در شمسوب چت на проверка ки нефаҳмем да мо наметавонем ки дар барномаи шумо бирои мисол мо ҳам ҳақурат кунем чӣ гапҳое гап бизанем ин мисол худаш ограничение дорад барнома прекрасно мефаҳмем ҳамун чата тщательно я проверка кардам ки чӣ гапҳои чӣ нанесондистиам раҳмат калом бародар бошед تشکر خب برادرایی که مدیریت راستی خواهش میکنیم که نگاه بکنید چتا کسانی که دشنام میکنن
ручкаша бигӣ як бор ним бор нафаҳмид, баъд даҳви сеюм уже бигӣ равишкаи ҳами Киров бисёри баъд бигем ки дар бораи ҳамин худат навистан чихеле ҳамин ручката як бор бигирем як қадам бигирӣ биёре ки бефара шидӣ ба фикрам ай навистана. хоҳиш мекунам ки мардуми мо бояд дафному таҳқир накунем бародарои азиз. мо ҳамеша биромадем бигем ки ягон бигем Раҳмонова дашном дорем ё ки падару модарои шуморо дашном дорем ки шуморо ин қадр сахт он мераса ки мо зидди Раҳмонов гап зада шудем. дар рӯи дунё президентҳо мухолиф доранд. шумо як бор назар бикунед ба дигар мухолифҳои давлатҳои ҳамсояҳотун, намедонам давлатҳои пешрафта. خب بیا سلام علیکم. تشکر برادر. در برنامه هم ندارم دید استریم. اگر به شرط وای نباشه پس اون گپ زنه. تمام گپ نیست خدا نگهبان. ان شاءالله 1 ساعت 2 ساعت ان شاءالله در برنامه دیگه بگیم بعد صحبت میکنیم. تمام کوشش میکنم که بدرم. تمام گپ نیست. بله خدا نگهبان. خب اینجا بگیم که یک دنیا آدم بود یکی گیجوی شده. خواهش میکنیم که برادرای عزیز ما را 420 نفر تماشا داره. به طرف نباشه برادرای عزیز. آبونه شدن فراموش نکنید. در برنامه ما بگیم که لایکاتون رو بگذارید، نوارا بیارو دوستاتون بفرستید، فکر نظرهاتون در کامنت بنویسید. تنها به دشنام برادرای عزیز خواهش میکنیم دشنام گپای قبیح ننویسید. شما اگر طرفدار رحمانوف هستید میتونه که بگیم که همون خوب نوشته بکنه که رحمانوف خوب است، نمیدونم هزار و کذا. این خیلی نه که ما برایم بگیم که رحمانوف دمو محقل نیسته. منم در کسی محقل نیستم. یا که نمیدونم اگر کبیری هم باشه در همه محقل نیست. یا که گروه 24 هم باشه همه خیلی ایدئال نه یک حزب یک گروه یک نفر شده نمیتونه. بگیم که 100 در 1000 آواز بگیره این چیز نیسته. یا که 100% بگیم محقل باشه در مردم. لبای انسانی که میای سر قدرت برای اون مخالف پیدا میشوه. میخواه که او خوبتر بکنه. مخالف انا این چیزه. مخالف این نیسته که بیای رحمانوف بگیره و دولت بگیم ایقا بدتر بکنه. مخالف همون نفریه که میخواه که اصلاحات بکنه همون انسان. مثال رحمانوف سوید بتیه. مثال جای کار بکنه. وقتی که رحمانوف نمیتونه جای کار تامین کرده سوید داده به مردم، مخالف پیدا میشه که ما سوید میخوایم و جای کار میخوایم. ولی با اگر سوید هم در تاجیکستان بشه جای کار هم بشه و یک نفر دیگه میاد، مثال اینه من میخوام که تا سن 18 ساله کودکا 500 سومونی بگیرن، معاش نه کمتر 5000 سومونی باشه. سومایی که در تاجیکستان تیلا و نمیدونم پخته و آب نمیدونم کمر آلومین هر چی که هست تاجیکستان بگیم اشیاء خام میفروشه، سومش گیجا میشه. این مردمی که نلاک میتین، نلاکی یگان همین همسایه‌های ما چنین ما نیست که وی چند قایب پیش رفتگی ما در یگان جو نیستیم، نلاک ما اونو بلنده و آشمان اونو پسته. ما میخوایم که خوب باشه زندگی ما. ولی یک نفر دیگه بیا بوی نمی بگیم که 500 سومی هم بتیان و بگیم سویت هم باشه جای کار باشه، با یک نفر دیگه میاد بگیم با مخالفی من میشه و میگه که این تا محقل سده من نه ایخ من میخوام. بینیم که همون انسان میخواه یگان کار کردن باید رهش باز بکنی. اگر ما وطن دوستیم، اگر ما بگیم که میلاد ما دوست میداریم،
باید فضا را آزاد بگذاریم. هر یک 4 ساله باید رئیس جمهور حلش بشه و اینش نتونست دیگریش مینه، دیگریش نتونست دیگریش مینه. یک نفر 30 و چند سال سر قدرت ما تا حال سوید نداریم. کوچه‌هامون درست نیست، جای کار نیست، معاش $150 یا که $200. نرخ‌های بازار شما تماشا بکنید که چند قیمتش بالای رفتگی. با 1,500-2,000 سومانی چقدر زندگی میکنی؟ دلی ما برای شما مردم میسوزه. به خدا کارم، زندگیم، به خدا همه چیزم خوبه. میرم قفای زندگیم، نه که دلم میسوزه که اون نفرای پروست برآمدن برای سخن آزاد رفتگی در زندان کو، دلی ما برای اونها نمیسوزه. اگه شما زیاد بگیم که رحمانوف میخواهی، همین من مشاهده دارم که همین مردمی که دوران ما را تماشا میکنن اکثریتش رحمانوف پرستن. رحمانوف دوست ندارن، نمیخوان که رحمانوف بره یک نفر دیگر بیاد. من میخوام که زندانیا آزاد بشوند. من میخوام که آزادی سخن در وطن من باشه که یک کس بتونه تنقید کرده بگیم رئیس شه، وزیر شه، نمیدونم رئیس جمهور شه، بتونه تنقید کرده. تحقیر نه، تنقید قبوله، تحقیر نه. ولی مردم ما زیادش تنقید تحقیر فرق نمیکنه. اگر تنقید بکنی همین خیلی که زنش تجاوز کردی. کم ترک خیلی مغزای سرتون کار بفرمی یا که رنگ امو رحمان فوره شما هم رنگ امو چنین مغزی سر داره. به همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشید. ما را تا 400 نفر تماشا دارن، خواهش میکنیم که دستگیری بکنین. ما را دستگیری شما پیشروی ما. اون آهنخر. سلام علیکم. آهنخر بفرما. آهنخر سلام علیکم بفرمایید. خب خیلی نفران سراز بلوک کردن که استریم کی برای خلاص دیگه جام بده چپ چپ جام. برادر عزیز ما خواهش میکنم که خیلی که دوست ندارم من که نفری که وقتی نامتون میگیرن که برای صحبت بکنی میبره نمیدونم مردک بشه، نمیخوای گپ زدن برای بلوکم که برای یگان مشکلی نیست. تماشا نکنی. به خدا یگان کس دموکراتیش همینه، آزادیش همینه. کسی که میخواد دستگیری میکنه، کسی که نمیخواد بلوکم که برای دعوت نبرم. یگان مشکلی نیست. راست بعد میدرویا خیلی توی نقل میکنه یا که میبرویا بگیم سقیش خویده شیشته. فکر نظر تا بگو بره. اینجا جایی نیست که تو بیای نیم ساعت نام تا بگیرن وقتی برنامه ما طولانی بکنی همین خلاص. موضوع برنامه همین است که برادرای عزیز رستم اوملی اومد وضعیت مهاجرا خوب میشه یا که نه. کسانی که فکر نظر داره خواهش میکنیم کسانی عذر داره نمیتونه برآمده در کامنت نوشته بکنین که وضعیت خوب میشه و بعد اومدن رستم یا که بد میشه. نه که ما رستم نرفته ما مردمی تاجیک دیدیم که بگیم که مردم مهاجر کلان تاجیک ازبک کسی که نباشه بگیم که رنگ قالین در زمین تنکشون کردگی. این گواهی ایوم میتیه که یگان محل وضعیت مهاجران خوب نمیشه. اگر خوب میشید لااقل همه روزهایی که بگیم دلیگاسیه یا که نمیدونم رستم اومد با مسکو با پوتین ملاقات کرد لااقل یک چند قه بگیم که این مهاجران را هم نمیدادن یگان کینای مهاجران نمیبرامد. اینقدر تنقید، اینقدر تحقیر، اینقدر همه چیز نسبت این مردم ما میشوه. مردم ما متاسفانه بی صاحبه. برادر عزیز ما میخواهیم که صاحب تان باشیم. باور بکنید ما میخواهیم که یک کاری بکنیم که برای زندگی شما آسانی بیاریم. باور بکنید یک نفری ایامی مخالفین بیاید، این مخالفینی که در اروپا یک تا سر قدرت بیاید، اگر همین خلقی قانون شکنی میشوه
میبرویند مردم ما تحقیر دشت نام در زمین خوابشون میکنن 3 ساعت مهلت برای 201 دیویزیون روسیه جمع کردی خیلی تکنیکا برآمدی رفتی ما آدم وره ما نمیریم در اونجا دزدی کنیم ما نمیریم یگان ما میریم مهنت میکنیم در جای شما ما را تک پروست یگان بر سون دادگیه یگان چمو دادگی نیستن اینا یگان محل ما را یگان کاری که بگیم کمک کردگی نیستن ما میریم عذاب میکشیم ما میریم کار میریم او عرق مون میریزه که بعد سون میگیریم شما یگان تا در روسیه پروست هم خواه سونتون میتین خیلی چیز نیست به همین خاطر باید شما قدر خدمت‌های خودتون بدونید قدر مهنت‌های خودتون بدونید تو میره کار میکنی داکومنت میکنی پتن میکنی 10-12 هزار میسپوری با همش بازم میان بگن در یک رد تر میگیرن میبرن شات شپت میکنن نمیدونم تو صاحب نداری تو اومد از کار کرده سودیتون بگن نالوگ میسپوری بگن همه چیز قانونی اینه که بگن که میگیرن میبرن نسبتی تو قانون شکنی میکنن خب خیلی بیاینه امید جان سلام علیکم امید جان بفرمو سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران ما برادران اهل اسلام برادران عذاب کشیدگانی که در غریبی ها ایق خون دیگر میکشند طول 30 سال 32 سال میشوند بله برادر عزیز فکر نظر ما در اینترنت مکم در آوازه من میرسنه 100% آزاد برادر عزیز فکر نظر درباره اومدن رستم وضعیت مهاجران خوب میشه یا که بعد چی فکر نظر داری برادر عزیز بفرما بله خب برادر عزیز یا که چسبیده یا که خیلی شد که من شما را صداتون ندارم خب این برادر نیست خب برادران گرامی قدر خب نگاه بکنید که دشت رحمان و فداران این همجا در دشنام داره برادر عزیز نخواد شما دشنام شما چه کلان شدگی در کدام آدم پسلدنی کازرش دشنام های وقتی که یگان چیز دیگه نداره فقط همون دشنام میکنه برادر عزیز خواهش میکنیم همون رحمانوف هم حقارت نکنید رحمانوف وطن فروش های رحمانوف قاتل های رحمانوف ظالم های رحمانوف دیکتاتور های این ای چیزا رو بگی رحمانوف چی تو نمیدونم با زن با اوچه و با دختر و با چون چیزش میرسی واقعا هم باید همون نفره که مسئوله باید همون انسان گپ زد نه اینکه بگیم با اویله اون رسید نمیدونم با نبیره اون رسید چی گناه کرده نبیره اون که تصمیم نمیگیره که رحمانوف تصمیم میگیره و همین خاطر باید ما رحمانوف بگیم همه تنقید باید بکنیم تحقیر نه پروسه در فرهنگ سیاسی تاجیکی اگر همین چیز وارد بشه مردم دشنام بکنن یا که نمیدونم رئیس جمهور کشک بشه باور بکنه پگه من هم بیام یک نفر دیگه میاد کلام میگیره میگه محقل نیستی و همین خاطره که ما دعوت داریم که برای مردمی برای رای پرسی برای آواستی باید مردم
آواز بتین کیا میخواهن برنامه ها پیشنهاد بشون مردم بفهمه برنامه مردمی که بگیم که مخالفن بعد یک کسی قبول بکنن این خیلی که من رحمانوف چپا میکنم باید من رئیس جمهور باشم خیلی گپ نیست من خدای جون من نصرت به یک امیر رژیم بشکنم انت فضا رو آزاد میگذارم داشته نامزدی من نمیمونم خداوند من آرزوم اینه که من نصرت به یک امیر رژیم ای بین ببرم به خدا نامزدی من نمیمونم بگذار مردم انتخاب بکنه دیگه نفرها را این مردم فکر نکنه که یک نفر اگر دستگیریش کردیم اومد حکومت چپا کرد بگیم که حتما همون انسان میاد رئیس جمهور میشه آزاد میگذاریم یک نفر بیسته بعد از یک 4 ساله پس دیگهش بعد بگیم که نامزدی میمونیم برنامه‌مون رو پیشنهاد میکنیم میگیم که ما هم خیلی کار میکنیم اگر ما را دستگیری میکنیم غیر این صورت ما خیلی وظیفه طلب بگیم که خیلی گپ نیست ما مردم انتخاب کرد میشه مردم انتخاب نکرد میره ما پس زندگیمون یگان گپ نیست مردم دارن 30 سال و 40 سال و چند 50 سال شد مردم دارن مبارزه میبرن علیه ظالما متاسفانه موفق نشده شدن زیاد انسان ها آرزوهاشون به گور میبرن ما متاسفانه امروز در تاجیکستان آرزو کردن ایما گرفتگی هم ما نمیتونیم آرزو بکنیم فراموز ارگشف خواست آرزو داشت که یک کار بکنه نامزدیش خواست بگذاره بردن 30 سال زندانش کردن بدبختو در یک دولت دموکراتی بغرض اینا باید دیگه انسان نباشه شما تماشا بکنید که در رسانه‌های تاجیکستان فقط رستم امامعلی و نمیدونم من یک چیز میخواهم بگذارم یک چیز واقعا هم میخواهم بگذارم یک دقیقه خب برای تاجیکستان بودی اوکی چی بود برادر ریولوسیونر اگر یگان سخن داشته باشه یک دقیقه شما صحبت کنید انشالله که من یک نوع را پیدا بکنم میخوام برای مردم پیشنهاد بکنم خب خب اینجا کی بود چند دقیقه در چند دقیقه چند بار اینو نوم میگیرن یک دقیقه انشالله که موضوع درستش می‌بینیم باور بکنه یگان نفر اگر پاپولار نمیشه فرق نداره بلاگرای سپورتسمنتای نمیدونم حافظای دیگه انسان ها رو نامشون رو نمیگیرن در لبای جا امامعلی رستم امامعلی آزاده رحمان نه بچه دیگه در تاجیکستان آدم نیسته دیگه نفری نیسته که بگیم نامی او گرفته شود نه فقط رحمانوف و رحمانوف خطی بگیم که فرزنداش تاجیکستان 10 میلیون نسلینی داره و گفتی ختم نخواه 10 میلیون دیگه نفر نباشه که نام بگیری از انشالله که نوع را پیدا میکنم میخوام که بگذارم مردم ببینه که در 3-5 دقیقه چند بار بگیم که محترم رستم امامعلی یا که امامعلی رحمانوف در یک خبری که 3-5 دقیقه چند بار نام میگیرن
اینا تنها بگیم که تنها همینا هم دیگه به غیر اینا نفرها نیستن. خواهش میکنم که برادرای عزیز در برنامه فعال باشه، فکر نظرهاتون بنویسید، آبونه شدن فراموش نکنید برادرای عزیز. بگیم که اما تگمه ناموس بجقه برادرای عزیز. اگر کسانی که با ناموس هستند مرحمت، کسانی که به ناموسن ما کار گپ هم نداریم، سر کاران نمیگیریم. خواهش میکنیم که هم نفرهایی که وطن دوست میخواهی که یگان کار بکنیم که نوارهای ما بیننده هاش زیاد بشه و یک نفر پیدا بشه که با ما بپیونده و ما بریم یک روز پیش این رژیم بین ببریم. سبب همون بگیم که همون لایکی شما میشه که همون نفر پیدا میشه و میبره قطعی ما بگیم که یک جا میشه و یک کاری میکنیم. و همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه، بگیم که ما را دستگیری بکنیم. خب جوشید انشاءالله که پیداش میکنیم. موزیک خواهش میکنیم که همین نوارا بگذاره، اما نفرهایی که ما را همین نوارا. خب انشاءالله که نوارا میگذارن تماشا میکنیم. چند دقیقه بار بکنید چند بار نام گرفته میشه. این یک کاتاستروفه گفتی اما روسو. خب بچه داره اینترنتی ما هم ضعیفی دست چیه که یک نوار. خب انا همین جده. خب نیفا که نه. خب بمونه شکر. خب اینا برادران گرامی قدر اگه تماشا بکنه که ایجا شد. نه همین باید باشه. همین عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در حاشیه تجلیل روز جهانی فوتبال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک شتات‌های متحده آمریکا با پرزیدنت اجلاس 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد فیلیمون یان ملاقات نمود. ضمن ملاقات مجموعه مسائل همکاری جمهوری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و نهادهای آن بررسی گردید. نقش مجمع عمومی همچون نهادی با نفوذ سازمان ملل متحد در پیشبرد تشبث و پیشنهادها عاید به حل مشکلات مبرم جامعه جهانی مهم ارزیابی کرده شد. ذکر کرده شد که جمهوری تاجیکستان در پرتو هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بر روند عملی سازی استراتژی ملی رشد تا سال 2030 همچون دورنمای تأمین رشد استوار و نیکواحوالی اهالی کشور توجه خاصه می‌دهد. در این ضمن نقش پارلمانت ملی و نهاد قانونگذاری کشور در رشد تماشا بکنید که خیلی رشد اهالی
بخدا مستی که این خبرهای امنو رو میخونی که تو تماشا میکنی سرت میکفه. بچه در یجا اینو بگیم که ساعت زندگی مردم دارن تا 2030 میخوان که یکون کار بکنن. اینا هر 5 سال بعد میبرن میگن که این همه سویت مولتفیلمی میشوه، افسانوی میشوه، کینوگی میشوه، یکم چی نشی. باور بکنید این با فیلم که این اون نوار نیست. این مسکوا اومدگی بود. این دوجه این او ویدیوشه. او ویدیو دیگه شه پیدا کنی خواهش میکنم. یک نوار دیگه هسته که بگیم صحبت میکنه در خطی پوتین. انا اون نوار افتان در کار. این اون نوار نیست. سوید ایندیس کی میشه. کنیشنا باور بکنی که مستی نگاه میکنی که سوید واقعا هم در تاجیکستان ایندیس کشیدگی. واخری گیجا شدین. واخری این است. این برادران گرامی قدر خواهش میکنم که همین یک شماله گوره بیاره بمونیمش. این اون نوار نیست. این دیگر نواره. خواهش میکنیم که این نوار پیدا بکنه بگذاریم تماشا بکنه که در 6 دقیقه و فکر همون نوار 10 بار رستم امامعلی و که امامعلی رحمانوف میگن در 6 مینوت 10 بار نمو اینو چند قید روزن اساس گذاری صلح و وحدت پیشروی ملت محترم رستم امامعلی رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس پارلمانتی تاجیکستان. یعنی چند دقیقه همین کلمه ها 6 بار 7 بار بگیم که در یک 6 مینوته بگیم ویدیو انشاءالله که یک برادر دیگر هم چیزی روی کرده است. اینه که چی میگوی؟ اینه ردم میخواهم که واقعا هم اینه چیزی خوب است که نگاه بکنه که رستم امامعلی میآید یگان دیگرگونی بگیم که نمیشود. نبرات چکار میکنن؟ رد در قد کوچه ها میبروین بگیم که مردم خیلی شکنجه میکنن. تشکر زیاد هم برادرایی که بگیم نوار با ما فرستادن. خیلی مینه‌دار برادرای عزیز. خب باز انشالله که در نوارش میگذاریم تماشا میکنیم. انشالله که در این موضوع انشالله که طولانی خواهیم صحبت کرد برادرای عزیز. خب چوشید پیداش نکردم با من نه اومده است. خب آنها که 28 می رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت انجام دادن سفر رسمی وارد شهر مسکو گردیدند. در فرودگاه بین المللی ونوکوو 2 شهر مسکو مهمان عالی قدر را معاون رئیس خب اینش پیدا شد. دیگریش خب من که میگذاریم تماشا بکنه که برادران عزیز این انسان
اکه بیاد نگم اکه بیاد نگم خب خب میریم 8 می رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت انجام دادن سفر رسمی وارد شهر مسکو گردیدند. در فرودگاه بین المللی ونوکوو 2 شهر مسکو مهمان عالی قدر را معاون رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه و دیگر شخصان رسمی گرم و صمیمی استقبال گرفتند. سفر رسمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در فدراسیون روسیه با گذاشتن گلچنبر در نزد آرامگاه سرباز نامعلوم در باغ الکساندر شهر مسکو آغاز گردید. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی در نزد گلخان ابدی گلچنبر گذاشته با برادرای عزیز تا همین جشن 4 باشید دومی رستم امامعلی میگیره. دلش تماشا بکنید که ویدیوش 5-6 دقیقه 4-5 باشید دومی رستم میگیره. و دلش تماشا بکنید در یک برنامه تنها رستم امامعلی یا که امامعلی رحمانوف نمیدونم بغیر از اینا دیگه نفر نیست. دقیقه خاموشی خاطره قهرمانان را پاس داشتند. در این مراسم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی را نمایندگان والا مقام شورای فدراسیون روسیه همراهی نمودند. در شهر مسکو رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در دایره سفر رسمی در فدراسیون روسیه با رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه محترم والنتین ماتویینکو ملاقات نمودند. جانب‌ها مذاکرات را در دایره ملاقات خاصه آغاز کرده در صیغه وسیع با اشتراک هیئت‌ها ادامه دادند. در رفت ملاقات دایره وسیع مسئله‌های همکاری دو جانبه و شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه همچنین مسائل مبرم منطقوی و بین المللی مورد بررسی قرار داده شدند. نخست محترم رستم امامعلی با آن جانب برای دعوت جهت انجام دادن سفر رسمی اینچنین مهمان نوازی و پذیرایی اظهار سپاس نمودند. ذکر کرده شد که تاجیکستان بر رشد و توسعه همکاری متقابله بسیار جانبه با روسیه از جمله در بخش‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری، علمی و تکنیکی، حربی و تکنیکی و دیگر سمت‌های مورد توجه و اهمیت خاصه می‌دهد. از سطح کنونی مکالمه بین پارلمانتی دو کشور اظهار قناعتمندی کرده شد. جانب‌ها به سطح امروزه مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه که به عنعنه‌های همدیگر فهمی، برابر حقوقی و اعتماد طرفین اساس یافته با تلاش‌های مشترک سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین پیوسته تحکیم می‌یابد بهای بلند دادند. در رفت واخوری وضع کنونی و دورنمای مناسبت‌های دو کشور در ساحه‌های آینده‌دار تجارتی و اقتصادی، انرژتیک و صنعت مورد بررسی قرار داده شده. در این ضمن فراهم آوردن شرایط‌های مساعد رشد بیشتر همکاری بین منطقه‌های دو کشور مهم دانسته شد. هر دو جانب از سطح همکاری در ساحه فرهنگی و گومانیتاری از جمله رابطه‌های عملی در ساحه‌های معارف، فرهنگ و سیاحی قناعتمندی حاصل نمودند. در رفت صحبت همچنین عاید به مسئله‌های مهاجرت مهنتی و دیگر موضوعهای مورد توجه گفتگوی سودمند صورت گرفت. در تماشا بکنید که بگیم که درباره مهاجرت صحبت کرده است. گفت که خیلی مهاجرت ما را هم نتیم ما خواهش میکنیم. چه وقتی که یک انسان دگاور میکنه که یک انسان صحبت میکنه بازم بگیم همین چیز صورت میگیره، همین قانونشکنی. طور مثال موضوع میگذاریمش، طور مثال میگذاریمش. خب طور مثال خب کنار ای سرش نمونی آخرش نمیفهمی.
مردم این همین زندگی در شما محقله. من یک چیز به خدا نمیفهمم، این قصال شد مردم مخالف داره بگیم که صحبت میکنن، میبرن مینوسای حکومت نشان میتین. رستم امامعلی تون رفت، این امروز این نوار یک ماه پیش نیست، یعنی دیروز رستم هم در مسکو بود، دیروز این همین واقعه ها بر سر مهاجران اومدن. وقتی که یک چیز بگیم که گفته میشوه که ما خواهش میکنیم یا که نمیدونم همین کارها نشوند، باز هم میشوه، دیگه شما چی امید دارین؟ یگان محل باور بکنید تا وقتی رحمان فصل وضعیت مهاجران تاجیک در روسیه به نمیشه. برادر عزیز، اینا اومدن نوار گذاشتم که درباره مهاجرت یکم باره که رستم امامعلی اومد و درباره مهاجرت گپ زد. اینا ما میگفتیم که شما گپ نمیزنید درباره مهاجرت، لیکن این دفعه یک نوارش پیدا کردیم که رستم اومده گفت که درباره مهاجرت صحبت کرد که ما همین چیزا میخوایم که بگیم درست بکنیم. تا آخرش تماشا میکنیم، بعد دوام میتین صحبت. این همین زندگی اگر در شما محقل باشه، ردی بوگا گفتی رسو به خدا یگان مشکلی نیست. برای این همین زندگی کردن بگیرین. نه برادر عزیز، ما میخوایم که شما آدم باشه، شما خود آدم حس بکنید. شما روسیه میره، شما اکثریت دکومنت داری. من خیلی نیست که همه مردم دکومنت نداشته باشه. میره دکومنت میکنه، میره پاسپورت روسی داره، تا میفهمن که تو پاسپورت روسی داری، مثلا قرقه پرقه تمیش کنن. صاحب نداره، یگان جو عرض کرده رو نمیتونی. خب اینجا کی بود؟ برادران گرامی قدر، رحمان سلام علیکم. رحمان سلام علیکم، بفرما. خب رحمان نیست. کوبیو اینش کیه؟ کوبیو بفرما. همون اون تا درست بنویسی چکار میکنه؟ یا که چکله؟ کو بفرما. نفرها رو که بدبخت عیق زیاد میشیده. خب رحمان ناومد، خیلی بیا بود دیگه. رحمان سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم سلام. اوزم است؟ بله سلام علیکم. بله اوزی اوزم نمیشنم من خودم. ما صدایت را میفهمیم، بفرما. انا اینو رستم روی کردن که خودش یکی به غیرت خودش بره و به پدرش یکی مصلحت کنم. با فکرم نه پرزیدنت موندن یا نه؟ یا نه؟ همون خیلی ده. الو. بله بله همون خیلی.
چیکار میکنیم؟ ای دست ما چیکار میبینه؟ خب عاقبتش به خیر شوه. بله خیلی خوب. خب الو بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که خوب است برادر عبدالخلیل. و من سلام خدمت به همه برادران میرسونم. و چی گفتنیم که باور که این مردم ما را هیچ فهمونده نمیشه و روز تا روز حالی ما بچیدست است. همه خواهی برادران میفهمونند میگن یک باره گوشاشون تای تا کشیده. ما اوزه هر قدر که کوشش کردم در استودیو در اومده نتونستم. برای ما به واتساپ زنگ زدیستم. برادر عزیز آید همین موضوع چی گفتنی که رستم امامعلی اومد وضعیت مردم خوب میشه یا که بد میشه؟ فکر نظر تا بود. برادر من طولی 10 سال زیاد شده از همه روسیه ایم. باور کن اومدن همی امامعلی چه اومدن رستم امامعلی برای مهاجرا گرم فایده ای نیست. نه برادر هر وقتی که یا بیاین چخیره که در خدمت مطل هسته میگه هر جایی که پای پای قطعان رسد میگه نه مرده کفن میوه نه زنده وطن. یا همه خیلی کدام وقتی که پای پای و یا در همه روسیه برسن نه یا مهاجر گفت دیگه با خونه میوه و نه یکون گفت جای کار. حالی مردم عیده بعد میشوه و بهنه و اومدن یا به فایده ما نیسته. من برادرای مهاجر گفتنیم که برادرها اومدن یا مثلا ما به فایده ما نیست. هوا خرسان نشیم که او اومد یک بار گفت که برای مهاجرها یکون کار کردن. یا ما فکر میکنیم با فکری ما که یک چه بگم یک پکازو خیلی چونایده او رستم امامعلی اومد درباره مهاجرها گپ زد. انشالله همه خوب میشه. خب که خنک میشه و حال ما این حال دیده با این ویدیو را این همی روز روی کردم با مرا وقت ما دول بگردم و همی روز روی کردم این حال نگاه بسپل کرده سم توجیکو را. من نمیدونم او در نبور میبروید پکازو خب میکنه و قبو میگه چی کاری که میفورتون کردن بگیره توجیکو را. خب انشالله که خوب میشه. برادر عزیز باید ما هم که در تماس برویم همدیگه را بشناسیم. با مردم باید بخشیش زیاد در کجا من چند خشید نتونستم راست گپ وضعیت ممساز نبود. در افیرا اشتراک نکردم. نبینه انشالله خوب چیدیم. انشالله که میبرویم و برادرو را ما گفتنیم که بروی صحبت کنیم. من چند خشید از تماشا دارم نه یک از استودیو میدرویم نه یک از زنگ میزنم. باور کن نمیدونم این مردم ما را چی شده است. برادرای عزیز گیجا شدین شما. انشالله خوب میشه. هستن اینجا چند نفر دیگه اومدگی. تشکر زیاد برادر عزیز. فکر نظر دیگر الله نگهبان تو باشه. انشالله که با روزای نزدیک انشالله در سوریه هستیم. خداوند نگهبان تو باشه و سلام خدمت میرسونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. خدا نگهبان. خب محمد اقبال سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. الماس برادر امید جناب عالی زن بولک تا بگوید آخه شما خطان همه گرم خیلی تکسی بیوه. خب چی میگوی؟ یگان چی بیان نگون؟ خب
باور بکنی کو مردم اگر واقعا هم برای تجاوز بکنی کو استغفر الله ده خداوند من صبر کبیری بده. خب میریم. رگری سلام علیکم برادر عزیز بفرما. سلام علیکم برادر الماس. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستی برادر عزیز. الحمدلله خوبیم برادر. صبر کن برادر، عصبات وایرون نکن. این لعنتیوی انمی طرفدارای امام علی برای این سگو سرت وایرون نکن. امی طرفدارای امام علی الله اینو لعنت کنه. اینو همی کو کانکرت تجاوز میکنی در پیش چشمشون دختراشونه زناشونه مادراشونه اونه اینو بره دارشون میکشی همشونه. چه اینو بره حرام. ای حرومی تو طرفدار امام علی، ای مرس قنچق برو روشود گپ زن کنی. ای در روشت علاو چنگیزی لعنتی لیسک خویلس امام علی مادری تو ملت عزیز بمون. برادر عزیز تو فکر نظر تا بگو که همین رستم امام علی اومد وضعیت مهاجرا در روسیه به میشه یا بد میشه، اینا یک چیزا بگو. اون نفرایی که میان هر چی میگن اونا ان شاء الله تو ما وره نمیشناسن که اگر هم کدش مرد میشه و میبره که صحبت میکنه دشنام میکنه و ان شاء الله که ما خطی اون انسان کار میگیریم. گوش کن برادر الماس، اینو رنگی همو امام علی قنچ یک شلوه امام علی حیوان، رنگ امام علی حیوان چور پرکنته چور رویه مرزی مکوره لعنت کرده ای. گوش کن یگون بهبودی نمیشه برادر، پروس عصبی بودن وایرون میشه. خیلی عصبی نشه میگم خدای عصبی من ایکی بتر وایرون میشه. با اومدن رستم یگون چی نمیشه بدتر میشه و وضعیت بهتر نه. این پیشی همو کی امام علی پوتینا یو بروشا گفتگی که خی روام جا گفتگی خب من خدمه میزنونم ده تو گفتگی. این پیشی داداش اومدگی پیشی پوتلر پیش دادا جونش اومدگی وای پروستم خیلی تیار کردن که رستم گنگ مرگ بتی نرکمندی به سعودی لعنتی من تیا باور نمیکنم که این قطر لعنتی پس میشه رنگ پدرت اخی لعنتی مردم ایشمو بیزورن. ای عزیزموی لعنتی همو شوتا کش پارتو من تیا میگیرم لعنتی یا بچه یوش هر شو میتپم 5-7 میروم. برادر عزیز بمونش وای اینجا برادر باشید همین سوال همیتیه که برادر الماس درباره دکتر کووید 19 چی گفتنی؟ برادر عزیز چی میگوی؟ اونا با کرم معلمه با کورم با گنگم با خدا باور بکنه مردم اگر من سری قدرت میام اینو بازم من نمیلیسم با اینا لوبای نفره که نمیویه اینا همون طایفه انسان های هستن که فقط همون بگیم که هم زغناشو برای لسیدن هم. این دکتری کووید 19 چند تاهای دیگه که هستن اوصاف کنکو اونا بگیم که برای لسیدن اونا را خداوند آفریده. اونا مردک نیستن. اونا نمیتونن بیاید دقیقه اونا میتونن که براین نشان بدین که پاسپورت های زناشون یا که مادراشون با سطر با حجاب نه بیاید دکازات بکنن که گودکاشون میرن در مسجد بگیم که قرآن میخونن یا که در پیش یک ملا بچه میرن درس میگیرن. این چیزا را ندارن. اینا دموکراتیان. اینا باید مینی یوبکا پیشی براشون هوی باید که بگردن. اینا همین خلقی انسان ها هم. چخط یک آدم بدین دین طلب میکنی. یک آدمی که بگیم نمیدونم ای پادوان نمیشه که دکتر ساز کرد. پادوان بیارید اپیراسیون دیل بمونی. اون که نمیفهمه فقط اما های گوسپند میفهمه خلاص.
به همین خاطر اینا همون طایفه انسان‌های هستن که من همین میگم. من زیاد هم نمیخوام درباره این آفتاب کنک‌ها که دستاب گیرک‌ها صحبت بکنم، برای که اینا را خداوند اسپیڅل نه برای همین لسیدن آفریدگی. این خیلی طایفه انسان‌ها هستن که اگر منم بیام اینو با منم میلیسن، میگن به حد بچه زورای کاربارش دیگه، اگر این نمیشید تاجیکستان زمین میکشید میبود. باور بکنید اینا همون طایفه انسان ها. به همین خاطر اینا را اهمیت ندید. اینو میگم که لوبای نفر بیاد باز هم اینو میبرن. نه تماشا بکنید یا همین ژورنالیستایی که در تلویزیون سفینه یا که در یکم کانال کار میکنن، همین اخبارایی که میمونیم شون همین نفرات 10-15 سالی شد که من نشناسم همین نفرها که کار میکنن. همین رژیم رحمانوف سکوت میکنه، همین نفرها میبرن میگن که همین رحمانوف خواهیم بود، رحمانوف ظالم بود. باور بکنید اینا همون طایفه انسان‌های هستن که اینا رو هم پلشون میتی مینویسی میتیشه میخونن. اینا در خیلی گپ نیست که ناموس وطنداری شان شرف خیلی گپ نیست. اینا نامرد باشن، زنده باشن، اینا یک روز باشن، خروز باشن، اینا هیچ چیزی شعار اینا. به همین خاطر برادر عزیز باید ما یک چیز زودتر مردم بیدار بشه و ما یک کاری بکنیم. غیر این صورت ما همجا صحبت کردن میگیریم طولانی میشه برنامه. سالها ما دعوت میکنیم. چند سال پیش میگفتن که رستم تای پاپا شده شده بگیم که میایه رئیس جمهور میشه. این آغازی کار شد. اومد خیلی که دادر جان عطاقلی در فیسبوک یک پست کرده به حد موافق تمام محقل شد. تکستش، نویستنش باور بکنه صف بدد میکنه به همین انسان ها. به همین خاطر باید ما هر چیز زودتر مردم باید سرجم بشیم یک کاری بکنیم. غیر این صورت که رستم پرزیدنت میشه، بعدی رستمش نمیدونم سامانش میاد، اسماعیلش میاد، دیگرش میاد. ما این همیخوای عمرمون تنها میگذرونیم خلاص. باور بکنیم. خب برادران گرامی قدر، خب کی جوشی ریولوشن کی رگری برادر بفرمو. برادر الماس ای رستم کتی همو امام علی ای برای منفیت خود چون کار کردن اینو در فکر مردم اصلا نیستن. هیچ و هیچ. یگون وقت اینو ایام 34 سال شده مردم در وضعیت بد قرار گرفتگی تنها در همون برنامه‌اش میبروید، در همون تلویزیون چه خوب نشان میتیه یگون قانونوی خوب برای مردم اکو یگون چی مثلا اوزی گفتگی که لایک مثال برای یا لایک زندون نکنین در قفا وای گپ کور پختگی برای تاکتیکای خودش مردم باید سودا نشود. دونین که لایک برای لایک ترمه نمیکنم میگه با نشوه که در درون با هم دولتی هم چومو ترمز نباشن، سودا نباشن که لایک جقن که امومالی بعد رستم شدن همه تونه کوز میمونه. با همین فهمون که لایک پایک در درون مثال آدموش رنگ خودش زیرکی سیاسی مردم دیگه ایدست نتیان. زیرکی سیاسی میگه کوی امومالی برای اوای شور شدن در کورای مردم جمع شدنش در کورای این رستم برای منفیت خودش رفته. این رستم رفته با رفتن اینها نبرد برای مردم برای مهاجر ضرر میبیوه یگون فایدهش نمیرسه. اینو برای منفیت خودشون کار کردن. اینو هیچ وقت در فکر مردم نیستن و نمیشون برادر. الله اینو رسوا کنه با همو کارکنوی حکومتی فقط گفتنیم که هر زمان کدوم طرفدار امام علی لعنتی و دونین که شما هم یک و یک ترمه میشین یا میکشتونه یا ترمه میشین هم خیلی نیستون میکنه لعنتی و مردم چی گفتنیم مردم مرغ نشوین دلتون رنگ چمچق اوخی حیوانو ظلم دیدستین به اوای هم همی با نزدیکی بو میگیرن همه تونو میبرن جنگ.
به هوای هم مرده میروین پروست بخور میشین هم خیلی حرام میمرینده پروست حرام برای هوای روین توجیکستان نبرو ده همجا یک سرجم شویم بوریزه بریم این هر دوش اوتا بچه کوز میمونی به روی لعینه رستم هم رنگ اوتاش به روی یک لعنت کرده بده کوزشون میمونی وطن سویب شدن در کره ای خیلی ترمز نشوین دیگر کمتر هوشور شوین کمتر کلتون کور فرمین بوزوی و موزوی لعنتیوی که هستین مثال دیدستین که چی شدستای همون طرفداری میکنین طرفداری از امامعلی میکنین همون شما هم تا یک زندون کارستای کو امامعلی شما شپیدگی شما ای پیش خطون برومده خطون شیرین نکنین و لعنتیو به عقلو ایزور پوشین گردین مرد نشده پدالانتو اوخی رنگی حیوان نوخی این قدر آدم هم رنگی زنک میشده یک شلا و بوری اوخی کمتر با عقل شوین اینجا اوزی زنو میبروین با روشود گاب میزنن منم خود مرد چیز نمیکنم مثل چهره کتی نیستم اینجا هستای زنکو میبروین گاب میزنن مردو رنگی مرغ خپن زنکشون گرفتگی همو چانقا دامو اروپا چانقا آدم است یک 5-6 هزار آدم است همو گرمانیادا همه مرغای هست همو اکی الماس دامو گرمانیا یک دقیقه برادر عزیز همجا یک کس اشتاری بعد زنگ زد تنجی باشه سلام علیکم و علیکم السلام بله بفرمایید با شما گفتنی هم که همین قنیه به طور باور کنید ما نمیدونم سخن با گوی نیستیم لیکن مقصد همین که برادر رو باید چشم کنید که در روی شوید حالا هم باشد دیر نیست بله من نمیدونم با کدوم زبان گپ زنیم تو که مردم بیدار شوند آخه برادر رگری دقیقه بسیم برادر صحبت تمام کنیم انشاءالله که با صحبت بکنیم برای که اینا پری بیواد بکنیم دیگه میمونم برادر صحبت کنن هیچ گپ نه اگر سوال کنم ممکن که جواب بدم تا اینکه سخن با بوی نیستم اگر نه اومده هم که در صف یکم نیستم رنگ شما چه که میگید در خود همون آیسین کرد شنبه اومده هست که باید برای مردم رو چشم شد من هم برای همین چیز تیارم وقتی فقط نمیدونم در تنهایی این کار نمیشه بله مردم در واتساپ ها بنویسه انشاءالله که سر یک مسئله میویم اینا نوم شما زنگ کنه برادر الماس اینا شما دا زنگ زنگ باشم جمع شدن گیرین اوخی من خیلی جمع شدن گیرین اوخی با هوایی گپ نزنیم جمع شویم تمام نمیشه وای خیلی این برادر لینلوبوتی ای با فکر ما ای لینلوبوت ای بله اینا جمع شدن بله برادر واتساپی بفرمو او برادر راست میگه ما هم لینلوبوتسکی اوبلاست مقصد اکنون بزرگ بسیارن نمیدونیم که کی با باور کنیم من میتونم با لحظه هم گفت زمان پرسه باور کنید یک جوهای من کم تا دیتوک مقصد نبردارن اگر نه جمع شویم هم میخواه تمام برادر عزیز در واتساپ زنگ بزن شرط نیست که شما برای اینجا صحبت بکنه باور بکنه همه گپا را گفتگیان همه این برنامه را تماشا بکنه باور که همه گپ هم میفهمید شرط نیست دیگه برآمده گپ زدن شرط اینه که باید ما سرجم بشیم یگان کار بکنیم شما تنها در واتساپ زنگ بزنید خلاص نه زنگی خیلی نه اودیو زوانو کنه نه ویدیو زوانو کنه که مشکلی نشوه در واتساپ بمون خلاص انشالله که روز و ساعتش میاد ما میگیم که نه برادر عزیز ما خیلی که وعده کردگی بودیم که ما فلان روز یک کار میکنیم یا یک سرجم بشیم بریم همون کار رو بکنیم اینا من بگیم که سرجم بکنیم همه این مردم رو بریم میکشانم چه کار میکنم من هیچ ترس ندارم من میخوام که فرزندای من ملتی من باید در تاجیکستان بگیم که حق و حقوق زندگی خوب داشته باشه
من هیچ چیز نمیخوام، من کشته میشم، من میدزدن، ترمه میکنن، ایگالا گفتی نمیشو. یگان گرم فرق نمیکنه. من میخوام که مردم من زندگی خوب داشته باشه. من میخوام که برادرایی که در زندان اونا آزاد باشن، برای که نز دسته و انسان ها رفتگی شتگیان. به همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشه. ما را 500 چند نفر تماشا داره، ما نگاه بکنه که ما میگیم که 200 دانه لایک بون بگذاره زیاد در کار نیست برادرای عزیز. 300 تا دیگه جنبش بکنید. برادر الماسوز بجقه متاسفانه ما را 100 دانه لایک نداره موضوع به فکرم. خواهش میکنم همون برادرایی که مدیریت را نگاه بکنه که چندان ما لایک داریم. اگر برادرای عزیز ما 500 کسیم، همین برنامه من 200 دانه لایک بگیره، باور بکنه اگر شما بخواید که من همین برنامه را 6 ساعت دوام بدم، من آماده ام که اینجا 6 ساعت بشینم تا شما صحبت بکنم. نه که اگر بگیم که همین برنامه ما 200 دانه لایک نگیره 500 کس، باور بکنه دیگه شرم روی بگیم صحبت بکنیم. 116 دانه لایک ای 500 نفر 116 تا شیر مرد بده است. باور بکنید برادر عزیز، این لایک سبب زیاد شدن بیننده ها خلاص، یگان چیز دیگر نیست. به همین خاطر بگذاره لایکاتون که دیگر انسان ها نوارهای ما را پیدا بکنن، تماشا بکنن، بفهمن که همین یک نفر پیدا شده است که میخواد که مردم سرجم بکنه و برای همین رژیم رحمان را بشکنه. یک نظام مردمی میخواهیم بیاریم برای مردم. یک دولت باشه که حسوس شبه خرن همین چاپلوسا و همین لگنبرداری رحمانوف، همونها آزاد باشن. اونا چیزی که در دیل شاید در سر شاید اوه گفته بتونه حاضی بره لوبای نفر درین داخل نمی تاجیکستان بروره، چیزی که در دیل شاید، چیزی که در کلا شاید گفته نمیتونه. برای که اگر این چنی موندگه خط کشیده، خطی کشیده زیاد گپ زده نمیتونه. و همین خاطر ما میخواهیم که حکومت دیگرگون باشه تا فکر نظرها تا گفته بتونی. این برادر واتساپی اون با فیلم پی اینترنت استفاده قچید. خب برادر اگری آخر سخن تا بگو انشالله که بگیم. برادر الماس، من چی گفتنیم برادر اکای الماس؟ مردم جمع شوه باید میگم باید دونیم یک دیگرمون خوب میشوه. واتساپ که گپ زدن در کورای انیق شدن در کورای کنکرت پیرو جقیدن در کورای تمام با پیش کنکرت درون در آمدن در کورای تمام. برادر شرافیدین گدویف چو کرد؟ افغانستان رفت چی گپ شه کروچی گپ میزنین که شرافیدین گدویف گپ زنین یا دیگرتون آدم تشکیل کنین ای درون در گرمانیا هسته یا همه مرخ شده اوجا رفتن دیگه فراموش کردن تاجیکستان. گرمانیا در چند کسای وپشه؟ یک 5000 آدم هست. اینجا زیاد هست، نه که نیمش استودنت هست، نیمش ویزا قطعی اومدن، کم نفرایی که بگیم که با سیاست کار دارن. خیلی اوخی رنگی مرغن، اوخی مرغ روشان نشون نتیان گپ زنن میمرن. اوخی رنگی حیوان پگه وطن ایدست رو و اگر بعد او هم در بدر میگرده دیگه. برادر عزیز یه بار ای پرای ای پیش من بیا این ایس نگاه که گپ زن بعد میفهمی. ولی خدا دوستونی من در روسیه بودم، میخواستم که با مخالفین به پیوندم و بیام یک کاری بکنیم. وقتی میای پیش میبینی دیگه چیت میبینی. و همین خاطر هر چی نگو در کار نیست. مثال نمیخیزن. منم یه دست گفتم که کدمی که بگیم که نمیبرویه مبارزه نه برای من میرم جلب میکنم. من رفتم جلب برام کردم برادر عزیز، جواب من گرفتم. و همین خاطر این چیزا فایده ندارن. این وقتی که یک انسان یک حکومت قبول میکنه یگان نفر حق نداره که اونا بگیم که حیش بکنن. برای که اومده گفته که من جونم در خطره و اینا گفته که من اینجا اومدم مبارزه برام، بعد میرم رحمان فا چپا مینم. خیلی گپ نیست اینجا. یگان نفری که اینجا مخالفن یگان تاش بگیم
میخواه مبارزه میبره، نمیخواه او دیگه کاری اونه. این حکومت ها نمیتونه این رو حل کرده. به همین خاطر من این خطا فهمیدم هم برادر عزیز. من یه فهمیدم خیلی چه آدم خیلی برادر وضعیت عزیز اینجا برای نگاه که خیلی آدم اینجا برای کار اومدگیه. یه خیلی آدم اینجا من واقعا دیده است آدم این چیزا را. زیاد نفرای هستن که نمیخوان بر بگردن. به همین خاطر این نفرها ملامت نکنی. توکل شما به خدا. کسانی که میخواهن یگان کار بکنن بیا یک جا بشیم بریم بکنیم. اون نفرایی که گپ نمیزنن چی اون را یک آدم خوبت بیدار میکنی. به همین خاطر این کار خوب نیست برادر عزیز که یک نفر بگوی که تو مبارزه نمیبری. این وطن ایا من نیست، این وطن یک مرغ بدایده مرغای تمام یگان وطنش دوست نمیداره ده مرغای تمام. برادر عزیز پروسه یک آزی میبرن نودم اینجا بخته یک چیز دیگه میگن چی در کاره همین گپا در کار نیست. اختیاری ایرا کسی میخواه مبارزه میبره، کسی نمیخواه من یگان چیش گفتم هم نمیتونم، حقم ندارم. خاطر نه مرغ بگو نه یگان چیز یک از دیگه برای برادر عزیز اینجا خطی خودت این عمرالی قوت اومد برفت. خب تشکر زیاد برادر. значит نمیخواه همون ربیع اختیار کرگیان دیگه همین ظلمی امام علی ده میخواهن که گردنم خیلی فرق نداره شونه ده هم خیلی رنگی گو بوری میگردن غلام شده میگردن غلامی حلقه برگوش امام علی شده میگردن رنگی حیوان بوری. چی میگی دیگه؟ حیوان میگی خیلی آدمه. تمام برادر عزیز بگیم که این چیزا وای نکرد پشتش نگر که فلانی گپ نمیزنم یا که مبارزه نمیبره این کاری درست نیست. من همین فهمیدم. خیلی یگان چوپلوس برومد همجا دمون گپ میزنیم تمام چوپلوسو همجا بیست من یگان چوپلوس بیایش حالا قبولت بینم. خب کامیل کمالی و کامیل سلام علیکم. السلام علیکم آقای عبدالخالی. علیکم السلام. همه برادرها یک بار دیگه سلام خود رو میرسونیم به همه برادرها. همین سوال داشتم ده که عبدالخالی به همه شما. بله. من نه طرفدار چاپلوسی رحمان نفوم نه طرفدار چاپلوسی رستم امام علیام، نه از شمایم نه از دیگران. من طرف حقم. همین قصال شما ویدیو ابرشت میکنین شما دیگران گروپ و غیره ها چندین سال شد 12-13 سال شد پروینا برای چی عمل نداره؟ این قدر قدرت داره، این گپای نغز 67% گپاتون درسته. مثلا خلق خواب بیدار میکنید آدمایی که در گوش فیل خوان بیدارشون میکنید اینه برای چی عمل نداره؟ برادر عزیز من دبرم یگان نفر ندارم. اگر من 10,000 نفر در برم باشه مطمئن باشه که من در یک ماه در تاجیکستان انقلاب بینم. 10,000 نفر در بر من استاد بشه من در یک ماه در تاجیکستان دیگرگونی میارم. متاسفانه نیستن همین نفرها برادر عزیز. من میخوام که همین کارها بشون، نه که نفرها مثال نمیپیوندن. خیلی نمیپیوندن. همین برنامه‌های شما رو گوش میکنم زیاده از 600-700 نفر میشه، زیاده از 900 نفر میشه. برای چی گپ میزنن نواز دو عمل ندارن؟ برادر عزیز در اینجا گپ زدن مهم نیست. گپ نزنی برادر عزیز به خدا و پشت این برنامه رقمای واتساپ هست زنگ بزنه ای پشت شما دیده که ما در تجربه دیدیم که نفرهایی که با چهره صحبت کردن یا که برآمدن خودشون نشان دادن خودشون مبارزه کردن رحمانوف چیکار کرد؟ برد اونها را زندان کرد. این زنچ راه حل نیست که مردم باید فعلا بگیم که با چهره بیاین. برای که رحمانوف داره زندان شو داره. ما اگر بتونیم همه مردم در روز با چهره براریم یکان گپ نیست. نه که 2 نفر میبره با چهره میبرن زندانش میکنن خلاص. به همین خاطر شما برنامه من همینه. 7 نفرایی که با چهره دعوت میدن من زید نیستم. برای خدمت میخوای با چهره مبارزه برای
مرحمت برنامه‌ای هست که با چهره برای صحبت کنه، با چهره مبارزه برای من زید نیستم. لیکن من میخواهم که مردم مثلا با واتساپ زنگ بزن بخاطر من یگان کس نشناسه. روز ساعتش میگم برادر عزیز در گیجه اینا باشی فلان روز ما در تاجیکستان انقلاب میکنیم، باید ما همه کسا سرجم بشیم. من میام یگان کار میکنیم، نه اومدم یگان گپ نیست متاسفانه. برادر عزیز هست نگی کمه، من نمیتونم دروغ بگم، چیزی که هست میگم هست، چیزی که نیست میگم نیست. همین خاطر این راه نیست که من خود فریبی بکنم، مردم رو وعمید بکنم که من نمیدونم چند هزار آدم دارم یگان کار میکنم، نکی وقتی که میگم و نمیکنم 1 سال مبارزه میبرم بگم که میگم و نمیکنم، مردم میگن رنگ هوایی شده. و همین خاطر من نمیگم که این نفر دارم این فلان روزی کار میکنم. من 10,000 نفر شی در یک ماه تصمیم میگیرم، یک روز انتخاب میکنم، میریم انشالله که انقلاب میکنیم. گپ نیست. سلامت باشه که عبدالخلیل، الله نگهبانتون باشه. شما را هم برادری در بالا و پایان شتگی همه را در پناه الله باشن. من خواستم همین سوال از شما پرسونشم و سوال جواب شد گرفتم سوال جواب شد. تشکر برادر عزیز. ما برادر عزیز نمیخوام که دروغ بگم، چیزی که هست همون چیزا من میگم. نفرها پیدا بشوند برادر عزیز، پگاه میبرم میگم که امروز نفرها پیدا شدن، دیروز نبودن نیروز پیدا شدن، انشالله که ما سر یک مسئله میاییم. من نیت دارم که این مردم سرجم بکنم، که متاسفانه نشیده شده. انشالله همش میشه انشالله. من خدا نگهبان. خب گپ نیست. سلامت باشه، الله باشه، الله نگهبانتون. گپ نیست، خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر، نگاه کردم ما را 530 نفر، ما یک تقریبا چند دقیقه پیش گفتیم که برادران عزیز ما را دستگیری بکنین، لایکاتون رو بگذارین، بگیم که ای 500 نفر ما چندان لایک داریم. خواهش میکنم که برادران عزیز بگیم نوشته بکنین که چند دونه ما بگیم که لایک داریم، برای که من نمیبینم لایک ها را. خواهش میکنم که بنویسه برادرای عزیز. ما را 530 کس نوشته شده، ما اگر 100 دانه بگیریم لایک برادرای عزیز، چند که شما مردم میخواهی، من آماده ام که در برنامه بشینم، مردم را قبول بکنم، صحبت بکنیم. نه که وقتی که میبینیم که مثال دستگیری نه این طرف نه اون طرف، نه مردم صحبت میکنن نه لایک ها، مجبوریم که ما 2 ساعت بگیم که برنامه را قطع بکنیم. به همین خاطر اینجا شما میتونید که بگیم برنامه را پیش ببری. اگر شما میخواهی برنامه پیش میره، اگر شما نمیخواهی لایک گذاشتی میریم، لایک نگذاشتی دیگه میگیم که 2 ساعت بگیم که کافی است دیگه. باور که سر کار داریم دیگه، آدم هم کمی خسته است، نمیدونم مردم من چه میبینه. باور که من یگان باری خیلی فرا نبودم، انشالله که خوب میشود. چی گفتنیم با کلی مردمی تاجیکستان، با مخالف و مبارز و تندرست و مهاجر همش خواهش میکنم برادرای عزیز، ما باید اولی هم تیر نشیده، باید سرجم بشیم زیر یک چتر. من نمیگم که شما حزبتون حرکتاتون شما بگیم که این چیزاتون بپرتوی، در عقیده خودت باش، هدف ما یک باشه که رحمانوف سرنگون بکنیم. خلاص وقتی که رحمانوف سرنگون کردیم، تو با ایده ببرو پیشنهاد بکن به مردم، بگو که من نمیخلی میخواهم، همه حزب میخواهم، نه گروه میخواهم. مردم آوازت میتید. اگر ما مردمی بخواهیم بکنیم، نه که اگر دیکتاتوری کدومی که میخواه مرحمت یک جا نشه. بیا مردم عادی را دعوت میکنیم. مخالفات من فکری من همینه، یگان مشکلی نیست. اینا را میشود که در یک روز سرجم کرد، بگیم که متحد کرد. اینجا باید مردم دستگیری بکنن.
باور بکنی وزی زیاد نفرها میبرن نمیدونم حاجی میرزا که ایشون نوردین هر چی میگن. برادر عزیز وقتی که شما در برشون نبوده من خواهش میکنم هیچی نگی. همین انسان ها اعتماد کردگی بودن در همین مردم، یکی دستگیریشون نکردن مردم. بعد وقتی که دستگیری نکنن چیکار میکنی؟ مگر هم تو زندگی بکنی دیگه. اون مردک زری پرچم رحمانوف میدروه میروا وقتی دستگیری نمیکنی. وقتی که من هم ببینیم که همین بگیم که هیچی دستگیری نیست یا دروغ همین همه چیه میرم من همه قفای زندگی کی میدونم که من پیش رحمانوف میرم به رحمانوف میپیوندم. و همین خاطر برادرای عزیز ای چیز باید آدم خفه نشوه. وقتی که خودت میبری مبارزه میبری میبینی که چی گپه در دنیا، وقتی بعد میفهمی و تصمیم دیگه میگیری دیگه اختیار داره تو باید زندگی بکنی. این خیلی نیست که تو یک عمر باید در غربت بگیم که عمری تو بگذره و هم خلاص یا جایی که دین ای فرهنگ تو دوره. ما اگر 1000 آزاد هم باشیم برای دین من در اینجا نه که این دولت ها تحصیل شده در فرزندهای ما میگذاره. پلوبوم و اینو خیلی که ما در تاجیکستان بودیم او خیلی نمیشوند تحصیلی همی بگیم که همی دولت ها در اینو میگذاره. و همین خاطر باید ما چیکار بکنیم؟ هر چیز زودتر متحد بشیم، سرجم بشیم، بریم به وطن خود. غیر این صورت برادرای عزیز اینا میخواه عمر در غربت میگذره. اینا خیلی ما صحبت میکنیم، چند نفری هستیم که این مخالفین صحبت میکنیم دیگه. مردم همون تماشابین رنگی ما رنگی همون کینوهای ترکی میشه. من نمیدونم ایندیسکی و دیگرش که کی میبروید چی میگه باور کنیده. و همین خاطر دستگیری شما مهمه. شما اگر دستگیری بکنید باور بکنید لبای اینمی حزب حرکتی که هست بخاطر چون پلان دارن هم پلان شما بچید باور بکنید من آمادم قطعی لبای تا همینا یک جا باشم هم تو سالده من خود میگم گرینی نمیگیرم با دام صفی یکم قطعی لبایش فرق نداره که همین اولاد ما تاجیکستان سرنگون بکنیم. من قطعی لبای انسان یک جایی هم یکگان محل شما فکر نکنه که من به یکگان که خصومت شخصی یکگان چی ندارم. من خیلی چند بار عده برادرها قطعی عده کمبودی ها بدن پیشنهاد کردگیم قبول بکنه قبول میکنه قبول نکنه کاری اون مرده که من دیگه نمیتونم که مرده که بگم خوبه یا که گنده. به همین خاطر من قطعی همه هستم. خواهش میکنیم که بیای به پیونده برادرای عزیز. وقتی که لبای حزب حرکت همو کلیست آدماشا سرجم میکنه باور بکن او میره دیگه. او دیگه نمیسته در اروپا، اون دیگه میره سری کارش میره. نه که همون انسان ها نیستن، نه در من نه در دیگر انسان ها همون کلیست انسانی که ما میخوایم همون انسان نیسته. باشم باور که همین مخالفا بگیم که او احمقن که دیگه بگیم در همین اروپا بگیم که میستن. من میدونم زیاد نفرهایی که میخواهم بر بگردن ایجاد کم نفری که نمیخواهم بروم. همین خاطر باید آدم سنی خوبیش از زیاد نگه کنه. همین خاطر دیگه برادر عزیز صحبت طولانی نمیکنم. بگیم که 530 نفر ما را تماشا کرد. باور بکنیم ما 200 دونه لایک گرفتن نتونستیم. چی گفتنیم تا برنامه‌های دیگر انشالله که ما روز شنبه باید برنامه میکردیم. کمی کار دارم انشالله که کارها یک طرفه کنیم. بازم ما در همین میدانیم انشالله وقت ساعت پیدا بشه ما میبریم صحبت میکنیم. اگر روزی یک شنبه برادر محمد اقبال صدای مردم میگم منبر مهاجر نه باشه ما پسترت میکنیم که بگیم یا برنامه زنده بکنیم. اگر نه انشالله که بازم به هفته های دیگر با امید پیروزی برادرای عزیز
تا برنامه‌های آینده خدا نگهبانتون. سلام علیکم.